سلام دوستان، اینجا کانال حمید تک ویده و مثل همیشه به کانال خودتون خوش اومدین. بعد از مدتی تأخیر اومدم و توی این مدت داشتم براتون تحقیق میکردم که فیلمورای 14 چه چیزهایی رو داره و چطوری میتونیم باهاش کار بکنیم. و امروز توی این آموزش میخوام بهتون بگم که بدون پرده سبز چطوری بک‌گراند ویدیوتون رو مثل این تغییر بدین، اونم با هوش مصنوعی و AI که توی خود فیلمورای 14 هست. پس بی وقفه بریم داخل برنامه فیلمورای 14 ببینیم که این آموزش جذاب به چه صورت هستش. ایشالا که بتونین همتون استفاده بکنید. پس بریم داخل سیستم. نرم افزار فیلمورا 14 رو باز میکنیم. از این قسمت مدیایی که این بالا هستش در واقع یه فیلمی رو من گرفتم و اینجا حالا ایمپورت کردم. شما بخواین ایمپورت کنین، یعنی یک ویدیو رو بخواین داخل این مجموعه بذارین، اینجا نوشته ایمپورت مدیا، این رو که بزنین از سوی خود سیستمتون حالا فیلمی رو که هستش میتونین وارد این قسمت بکنین. من ویدیو رو اینجا حالا فیلمی رو که از خودم گرفتم اینجا وارد میکنم. این رو میذارم رو همین 1920 الان وقتی که من ویدیو رو وارد بکنم اینجا، همونطوری که میبینین بهتون حالا توی این ویدیو من کامل توضیح دادم. فیلم شما باید هر چقدر پشت زمینتون حالا سفید باشه سیاه باشه فرق نمیکنه، فقط زیاد اشیا پشتش نباشه، این کار خیلی خیلی تمیزتر در میاد. مثل این ویدیویی که من الان گرفتم. من دوستان ببینین اینجا بک‌گراند این در واقع کار با این هوش مصنوعی هر چقدر ساده باشه فرق نمیکنه چه رنگی باشه، آبی باشه، سفید باشه، سیاه باشه، فرق نمیکنه. فقط هر چقدر ساده باشه AI یا همون هوش مصنوعی 14 خیلی کار رو تمیزتر براتون در میاره. اینو حتما دقت داشته باشین. هر چقدر پشت زمینه ساده تر باشه، AI یا همون هوش مصنوعی فیلمورا خیلی کار تمیزتر در میاره. حتی اگر حرکت هم بکنید باز هم سایه‌ای رو شما نمیبینین، کارتون خیلی تمیزتر میشه. ببین الان میام هوش مصنوعی اینجا هستش نوشته AI Portrait Cutout. من اگر این رو روشن بکنم ببینین قشنگ حالا اینجا یه مقدار زمان میبره، چون من از قبل این رو در واقع پروسه رو انجام داده بودم. اینجا یه تایمر داره که باید 100% بشه و پشت زمینه ویدیوی شما به طور کامل حذف بشه. هر چقدر تایم ویدیوی شما کوتاه باشه پروسه حذف کردن بک‌گراند خیلی سریعتر میشه و هر چقدر هم طول ویدیو زیادتر باشه خب مسلما اون هوش مصنوعی خب چون با دقت داره حذف میکنه جزئیات رو، خب مدتش هم در واقع زیادتر میشه. ببینیم این ویدیو به چه صورت شده. هر چقدر پشت کارتون ساده تر باشه کار تمیزتر در میاد، ولی اگر شلوغ تر باشه خب ناخودآگاه یه مقدار کیفیت میاد پایین که باید شما تنظیمات کراماکی رو انجام بدین. و اینکه هر چقدر هم حالا ببینید من هر چقدر دارم الان جامو تغییر میدم بازم تغییر نمیکنه و با یه بشکن مثل این میتونم برم یه جای خفن و با یه بشکن دیگه میتونم جامو تغییر بدم. خب حالا ببینید من الان AI رو خاموش میکنم. ببین دقیقاً پشت بک‌گراند من سفید هستش و حالا الان من روشن بکنم ببینید کامل حذف میکنه. حالا یه چیزی توی همین حذف کردن بک‌گراند هستش توی توی کپکات. این داستان که حالا دور سوژه یه دونه حاله میافتاد یا یه خط میافتاد یا حالا مثلا سایه منتشر میشد ازش، حاله منتشر میشد ازش، اینا توی کپکات کلا پولیه. ولی تو فیلمورا 14 که من روش نصبشم گذاشتم این بالا الان براتون میاد، میتونین برین اون ویدیو رو ببینین و نصب بکنین و از این قابلیت ها طبق این آموزش برین جلو. اینجا نوشته Advanced Cutout Mode و حدوداً 1 2 3 4 5 تا مدل داره. من حالا مدل اول که نئونیه
ببینید به چه صورت ببینید میشه چقدر کیفیت کار تمیز در میاد. و این حالت نئونیه. این یه حالت در واقع یه چیز حالت سفید خب دوره، دوستان ببینید میبینین حالت بک‌گراند این به این در شکل واقع در کار میاد با این هوش مصنوعی که حالت فلشینگه. دوباره یه دونه نئون بوردره به این هر شکله. چقدر ساده باشه فرق نمیکنه چه رنگی باشه، آبی باشه، سفید باشه، سیاه باشه، فرق نمیکنه. یه دونه فقط مدل دیگه هم داریم که هومان اسمش، به این شکله. هر چقدر ساده باشه میبینین AI یا همون هوش مصنوعی جذاب 14 میشه. خیلی کار یه دونه سولاید بوردر داره دوباره. رو تمیزتر براتون در میاره. اینو حتما دقت یه دونه حالت داشته باشین. هر چقدر پشت کارتون ساده تر باشه نقطه کار تمیزتر چین در میاد. ولی اگر شلوغ‌تر متحرکه باشه خب که ناخودآگاه میتونین یه از مقدار اینا حالا کیفیت توی میاد. شبکه اجتماعی استفاده بکنین. اگرم نخواستین که این نان رو میزنین و به این شکل حالا در میاد. حالا ما میخوایم برای این پشت زمینی که هست شده یه دونه در واقع بک‌گراند اضافه بکنیم. به چه شکل بک‌گراند اضافه میکنیم؟ اینجا ما میایم توی استوک مدیا، سیتی اینجا داره. تو استوک مدیا که برین، اینا رو من قبلا همه رو توضیح دادم. کلا فیلم های استوک هست براتون میاره و همش هم بازه. با فیلمورا باید اینترنتتون روشن باشه که بتونین از همه قابلیت هاش استفاده بکنین. خب این الان ویدیو تلکابینه. خب من حالا میخوام چیکار بکنم؟ اینو میخوام بیارم بندازمش پشت بک‌گراندم، اونجایی که وشکن میزنم میگم من الان اینجام یا اونجام. خب دوستان ببینین شلوغ‌تر باشه خب ناخودآگاه یه مقدار کیفیت میاد پایین که باید شما تنظیمات کراماکی رو انجام بدین. ببین خدا وکیلی چه حرکتیه، میبینی خیلی کارو تمیز به تحویل میده. یه ذره میاریمش جلو این ویدیو رو الان. جامو تغییر خب میدم ببینیم چی شد. بازم تغییری نمیکنه و با یه بشکن مثل ببین این میتونم برم یه جای خفن و با یه بشکن اینجا رو الان من انتهاشو یه دونه اسپلیت بزنم یا اینکه کلا جمع کنم ویدیو رو. بازم تغییری نمیکنه و با یه بشکن مثل این میتونم برم یه جای خفن و با یه بشکن اینجا من یه ویدیو دیگه پیدا بکنم. یه مقدار دانلود اینا حالا بنابر کیفیت یا حجمی که داره یا تایمی که داره دانلودش یه مقدار زمان میبره، بعد یه مقدار حوصله به خرج بدین. خب الان اینم اوکی شد. من اینو بندازم اینجا. حالا ببینیم کار به چه شکل در اومد بچه ها. ببین بازم تغییری نمیکنه و با یه بشکن مثل این میتونم برم یه جای خفن و با یه بشکن دیگه میتونم جامو تغییر بدم. ببینید چقدر کیفیت کار تمیز در میاد. پس این قلق رو حتما داشته باشین که پشت کار باید حتما ساده باشه. خب بچه حالا الان اینو دیدین، این ویدیویی بود که من خودم در واقع گرفتم و فیلم خودمه اینجا داره نشون داده میشه به شما. حالا میایم کلا اینا رو حذف میکنیم. یه چیزی رو میخوام بهتون نشون بدم که اگر پشت زمینتون شلوغ باشه چه اتفاقی میفته. اینجا من تو استوک مدیاهاش یه دونه پیپل داره. این پیپل رو ببینین اینجا حالا یه جمعی از دوستان هستن. اینجا این بک‌گراند پورتره است. خب من حالا اگه این ویدیو رو اینجوری بندازیم تو نوار تولبار، حالا اگر رو خودش کلیک بکنم ببینین اینجا وقتی که ویدیو رو انتخاب میکنین یه کلیک بکنین قسمت بالا سمت راست قسمت بالا نوشته ویدیو کالر اسپید، رو همین ویدیو قسمت AI Tools وقتی که برین گزینه اول کروماکیه، گزینه دوم AI Portrait Cutout هست. حالا اگر این رو روشن بکنیم ببینین الان حالا تایمر نبود چون من اینا رو حذف کردم بک‌گراندشو. ببینین به چه شکل میشه.
ببینین اینجوری حاشیه در واقع میزنه. حالا میتونین با استفاده از روشن کردن کروماکی این رو یه مقدار درصدش یه مقدار حالا کم و زیاد بکنین. ولی خب من میگم هر چقدر پشت زمینه، حالا اصلا مهم نیستش که شما پرده سبز داری یا نداری، پشت زمینت سبز هست یا نیست، فقط ساده باشه، فقط ساده باشه، سیاه باشه یا حالا آبی باشه، سبز باشه، سفید باشه، دیوار ساده باشه، حتی شما میتونین این حرکت رو انجام بدین. این من حالا یه مثالی اینجا بزنم. ببینین این آقا الان ببینید پشتش ساده است، نورم داره. اوکی، من الان این ویدیو رو از اینجا حذف میکنم و دوباره این رو میندازم توی این نوار. ببینین اوکی، حالا روی این من کلیک میکنم، این گزینه AI رو میزنم. ببینید اینجا الان داره ثانیه شمار برای من شروع شده و داره مدل AI داره این رو پس زمینش رو حذف میکنه. یه مقدار منتظر میشیم تا این پروسه اوکی بشه و ببینیم با هم دیگه کار به چه صورته، چون یه مقداری در واقع زمان میبره. الانم 30% قضیه رفته جلو. خب بچه ها الان ببینین 89%، 90%، یه چند درصد دیگه مونده تا این پس زمینه ما رو حذف کنه. الان 100 شد. ببینین بریم با هم دیگه ببینیم نتیجه کار چی شد. ببین من حالا الان اینو باز کنم، ببین بدون هیچ چیزی اینو کلا حلش کرد، با اینکه داره سوژمون حرکت هم میکنه ولی هیچ حاشیه‌ای یا چیزی از خودش به جا نمیذاره. حالا میخوایم یه دونه بک‌گراند براش انتخاب بکنیم. اوکی، میایم توی ترند، اینجا حالا میتونیم اصلا رنگ ساده انتخاب بکنیم، میتونیم یه همچین چیزی رو بذاریم. شما هر چیزی رو میتونین امتحان بکنین ببینین به سوژه‌تون چی میاد که همون رو براش بذارید. میتونی اصلا خودت ویدیو تولید بکنی، حتما حالا نباید اگه بدون چهرم داری محتوا تولید میکنی، میتونی از این طریق خودت ویدیو تولید بکنی. امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت برده باشین و بتونین به راحتی با فیلمورای 14 کار بکنین طبق این آموزش. و اگه سوالی چیزی بود توی کامنت ها از من بپرسین، بهش جواب میدم. و اگه تا الان سابسکرایب نکردین کانال رو و دکمه زنگوله بغل رو فعال نکردین، حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش هم فعال بکنین تا آموزش جدیدی که گذاشتم همتون با اطلاع بشین و بریم ببینیم و لذت ببریم و یه پله همیشه از همه جلوتر باشین. تا آموزش بعدی، بدرود.